آقا بقید قارقار نکنید. به هر حال این ماره. مار؟ بله مار. همون مار که میرسه سراخ؟ بله ماری که نیش میزنه. این مار نیست که. پس چیه؟ مار یه جور دیگه که در زبان فارسی ما یه جور مار داریم، اونم اینه که من نوشتم. در آبادی ما یه جور مار داریم، اینجوری که ما می‌نویسم. این شکل ماره. شکل ماره دیگه. اما ما ماری که باید یاد بگیریم و بنویسیم اینه. آخه این مار نیست که، ما چیزی که مار نیست چرا یاد بگیریم بگیم ماره؟ ها؟ چه بداقاراش میگه؟ آره؟ ها؟ مار اینه که من نوشتم. مار اینه که ما نوشتم. برو از سرکار استوار بپرس مار کدومه. چرا از سرکار استوار بپرسیم؟ ما خودمون این همه مار دیدیم. مار اینه که ما نوشتم، همین اون مار نیه. بهت میگم مار اینه که من نوشتم. میملف مار جزمی مار. مگه تو حرفت نمیشه پسر؟ چرا داد میزنه؟ مار اینه که ما نوشتم. شما بگین. برو کنار. این مار آقا معلم ماره، یعنی که ما نوشتم اینجا ماره. هر کنی ببینم. این مار نیست؟ اون وقت این ماره. بفرما. دیدیم ما گفتم مار که دیگه ما دیدیم که. پس بفرمایین شما درس بدین، بنده میشم شاگرد. شما بشین باشه ما خودم درس میدم.